ساعت 7:30 صبح. بریم یه صبحونه ساده بخوریم. حالا که تایم داریم یکم اطراف رو بیشتر بگردیم. ترمز ماشین مشکل داره گردیم. این لوکیشن هم الان می‌خواستیم با یاسمن بگردیم با این وضعیت ترمز، چون نمیدونیم چی در انتظارمونه، چه شیب‌هایی می‌خوایم بریم. صلاح نیست. که شیرینیش کم تنده. این شیرینی چیزه دیگه، این مرتبش گرمه. شیرینیش کمتره. ببین آفرودرها یه جاده فرعی می‌بینن قلقلک میشن. آره گفتم یه کوچه پیدا. آمازون شد. کشف تنها یه ذره. نترس زن، همسر نترس. ای دل غافل. تموم شد؟ نه یه درخت بدی افتاده. نمیدونم شاید یه کار درستی هم نباشه دیگه، این افتاده فعلا. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما دوستان. ساعت 7:30 صبح. البته که ما از تقریبا 6 داخل چادر بیدار شدیم، ولی خب تنبلیمون اومد بیرون نیومدیم. یه مقدارم باد بود. لوکیشن به نسبت لوکیشن هایی که حالا معموله، خب چون تو ارتفاع هستیم بادخیزتره. اگه اطراف رو بهتون نشون بدم، تو روبرومون همچنان یه دریای ابر پنبه‌ای اونجا داریم که داره نزدیک میشه. سمت چپمون هم داره دریای ابر تقریبا تشکیل میشه. سمت راستمون هم تو هیبایه. باد بخوابه. ولی فکر میکنم باد بخوابه، یعنی باد البته الان بادم زیاد نیستا، سولوشه 15-20 کیلومتر الان و فوق‌العاده آروم بود. دیشب ساکت بود، شب خوبی رو گذروندیم، سرد نبود، یعنی اصلا بخاری روشن نکردیم، فقط با همون بعضی وقتا تشک برقیه رو یه مقدار زدیم و اینکه جای همه دوستان. اتفاق بعد تشک. نه اون مال سفر قبلیه. آره از سفر قبلی، سفری که رفته بودم به ارتفاعات فیروزکوه، تشکمون باد خالی میکنه. از اون موقع به بعد باید ببرم تو خونه ببینم از کجا نشتی داره، میشه درستش کرد یا نه. اونجا بادش میخوابید، اینجا دیگه به قطع یقین فهمیدیم که اشکال داره. ببخش من همش خمیازه میکشم، معذرت بخوام. آره خلاصه اینجوریه. کم کم آماده وعده صبحانه بشیم و ببینیم چه در انتظارم. ما نشستیم داریم برای شما فیلم میگیریم. ببین اینجوری انقدر دوستتون داریم و هنوز یه آب به صورت نزدیم، دوربینو دست گرفتیم. با ما همراه باشیم. صبح بخیرم. از طرف من قشنگوی من آفتاب میگیرن. اینجا هم پشری قشنگم. دیو ماما آفتاب میگیری؟ آره دخترم چی؟ بابا هم که بیرونه. منم اینجا صبح بخیر آماده شدم، دست رو شستم، موها رو شونه میکنم. بریم یه صبحونه ساده بخوریم چون میخوایم نهار خوشمزه درست کنیم. با ما همراه باشید. خب صبحانه رو خیلی ساده گرفتیم به یک دلیل و اون اینه که ناهاری که تلس شده و دیروز نتونستیم بخوریم و امروز زودتر بخوریم. یعنی تصمیم گرفتیم صبحونه رو خیلی سبک بزنیم که ناهار رو زودتر شروع بکنیم که حالا از زمانبندی برنامه‌مون عقب نباشیم و بعد از ظهر همون هولوش ساعت فکر کنم 12:01 اینا دیگه حرکت کنیم بریم به سمت بندر زیبای انزلی. برای همین در حد چیه همسر؟ صبحونه کوچولو. ارد شکلات و همین سادگی بدون هیچ مسخره بازی. این برم آبو گذاشتیم جوش بیاد. که یه صبحونه بزنیم و ادامه داستان با ما همراه باشید. خب فعلا لوکیشن کمپ رو جمع کردیم. نظرمون بود که نهار رو هم اینجا بمونیم. گفتیم که حالا که تایم داریم یکم اطراف رو بیشتر بگردیم.
این لوکیشن خیلی خوبیه، ولی چون تو ارتفاعاته و چند طرف باز هستش باد رو برقراره. ما حالا دیروز گفتیم تایمی بودش که مه می اومد و تایم جابجایی هوا بود، اما الان که دیگه این شرایط نیست، یه مقدار شاید بگم مثلا یه 10-20 کیلومتری باد داره و برای کمپینگ هر چقدر باد کمتر باشه خب مسلما بهتره. بریم یه گشت و گذاری بزنیم توی اون پایین دستا که الان داره دریا ابر خوشگلی هم شکل میگیره، ببینیم جای خوبی رو، این چقدر بالاست، جای خوبی رو گیر میاریم ای بابا یا نه. کمپمون هم قشنگ جمع کردیم. این از کمپ ما، هیچ زباله‌ای، هیچ جای آتیشی اینجا وجود نداره. آماده ایم برای ماجراجویی به سمت اون ابرها. مشکلی خوردیم. الان اومدیم راه بیافتیم بریم مسیر دیگر رو ببینیم. ترمز ماشین مشکل پیدا کرده. محمد داره نگاه میکنه. کم کرده؟ چرخه عقب سمت خوده. باید برم تهران، دارم لوازم شهباز کنم. تو مسیر خطرناک نیست؟ دیشب اومده ریخته بیرون بکنم. چرا خب؟ هوا که سرد میشه. حالا الان باید چک کنیم، امیدوارم هوا نگرفته باشه. بله به مشکل خوردیم. محمد میخواد بره زیر ماشین. چی؟ فقط ترمزو وقتی بهت گفتم پر کن چند تا پدال میزنی نگه میداری. آره میدونم. زیر پات که صفر شد، من از اینجا که هواشو بخوام بگیرم پات خالی میشه پایین، دوباره میگم پر کن نگه دار تو نگه باش. از اون بره میری؟ تاخیر بشین. خب برم بشینم. هر وقت آماده بودی بگو. بشنوی دیگه. میشنوم. بلند بگو میشنوم. الان پر کن. ستا خوبه؟ نگه دار. پر شده؟ نگه داشت. پر نشد نه. نگه داشتم. باشه. حل شد. آره؟ حل تا زمانی که دوباره جای سرد بریم حل شده برم خونه درستش بکنم. یه دقیقه الان چون روغن ترمز خورندگی داره باید اونجا رو آب بگیرم که نپوسونه دم و دستگاه رو. خب موقع رفتن داشتم یه چک خیلی ریز میکردم زیر ماشین رو که ببینم حالا لوازم این چیزی جا نذاشتم، دیدم که از چرخ عقب سمت شاگرد روغن ترمز خالی شده. خب تو این حالت معمولا قبلا سر سری 70 تجربه داشتم. تو لوکیشن های سرد که شما میرین کمپ میکنین تو طول روز که گرمه همه چی اوکیه، ماشینتون ترمزاش خوبه، هیچ ضعفی نمیبینید. به محض اینکه توی جای سرد ترمز میکنین، چون اون حالت لوازم‌های ترمز لاستیکیه، با سرما یه مقدار جمع میشه و وقتی که ضعیف شده باشن، یعنی اون لبه‌های خودشون رو دیگه عملاً به مرور زمان از دست داده باشن، با اون انبساط شدن توسط سرما از بغلش شروع میکنه روغن نشت کردن و ترمز هوا گرفتن و خب باید لوازم‌ها عوض بشه. اتفاقا تو ماشین هم دارم لوازم‌هاشو، ولی تصمیم میگیرم برم تو شهر، حالا یا بندر انزلی یا برم تهران، حالا ببینم چقدر ترمز زیر پام از محور جلو جوابگو هست، عوض بکنم و
برگردم تهران که آماده باشه ماشین واسه سفر هفته آینده. این لوکیشن هم الان می‌خواستیم با یاسمن بگردیم با این وضعیت ترمز، چون نمیدونیم چی در انتظارمونه، چه شیپ‌هایی می‌خوایم بریم، صلاح نیست. آره واقعا کم ترسناک میشه. آره برمیگردیم تو مسیر برگشتمون چیز داریم، جنگل داریم. تو یکی از اون لوکیشن جنگلیا وای میستیم و یه کمپ کوچیک میزنیم برای وعده ناهار رو در ادامه آروم آروم میریم به سمت کهر رنگش. رنگش به اون میگن کهر. حرکت میکنیم به سمت پایین. تقریبا غروب فکر میکنم بندر انزلی بشه. دیدیم که زده عسل طبیعی، گفتیم بیایم ببینیم چه خبره. ای پایین آقای نوروزی بود. سلام. خسته نباشه. خوبی؟ سلام، خوب هستی؟ یه مقدار عسل خوب به ما میدی؟ عسل خوب چای. عسل خوب. دست بگیرید. آقای نوروزی. مرسی عزیزم، ممنون. عسل طبیعی. این چی ده؟ لاغ باحالشونه. حالا جالبی که جاده هم ادامه داره به سمت جلوتر. آره ازشون یه سایه الان بذاره دوستم اینجا هم شی. جای قشنگی پیدا کرد. موقع تو خوابیده محمد اونجا رو دقیقا داره. وای چقدر خوبه حسش. بله بله خلوصی یه الاغ باحالیه تا بیان. اینم عسله. سلام خوبی؟ این گرانه این که بیارش فرقش چیه؟ فرقش این شیرینیش کم تنده. این شیرینی داره این مال تبش گرمه، شیرینیش کمتره. گران آره. منم چینیش کمتره بخونم. کدوم دوست داری؟ این دقیقا چند کیلو در میاد الان؟ بس کنم 1 کیلو نیم 2 کیلو. قیمتشون متفاوته؟ 600. اون یکی پول همون رو فرق نمی‌کنه. کدوم خوش‌طعم‌تره؟ اغلب گبم میبرن. گبن خوش‌طعم‌تره؟ گبم. یه دونه بسه؟ آره می‌کنم. قربونش مرسی. کجا میخوره؟ بازه این جاده دوستای همجوزتر اینجا چاک داشته. خب پشتی که بعد یه چشمه ازش لطفاً جاده بنبست حرکت. اصلا آدم بر میتونه بره قزوین، میتونه بره این آباد. به خدا قسم. چه جالب. یه جای خوشگل که بشه اونجا کمپ کرد و رفت و آمد کم باشه کجا؟ یه چیزی بهت بگم این دیگه آخر جنگله. خب اول مرتبه اینجا میشه اول مرتبه آخر جنگل. یعنی بابا هیچ درختی وجود نداره. اگه بریم چند روزه که هوا شدید کنه اعلام کرده. والا گرماش زیاده دیگه. باید بزنین چادر بزنین، زیر چادر خیلی گرم. به نظر این دور بر اگه میتونین کمپ بزنین، اگه میتونین پایین برین یا میخواد دوست دارین برین بالا دیگه. دست بالا دادم. کارخونه بری؟ آره. Can it just be us tonight under the night sky? Gonna make my skin rise. Can it just be us tonight? Do you believe in magic? Comes from the inside. Do you believe in magic? Do you believe in magic? Comes from the inside. Do
کوچه پیدا کردیم. جالبه. جاده فرعی زیبایی است. دیدین آفرودرها یه جاده فرعی میبینن قلقلک آره میشن. گفتم یه کوچه پیدا کردیم. آره دقیقاً این از اون جاده هاست که ترمز نداریم. دلگو ترمز. Beamer, that's a big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss, don't fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'ma get you right. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? خدا این شوهر گوش نمیده. چقدر میخوای دور شی؟ تگ ماشین. چقدر خوشگله اینجا. یه آبشار هم داریم. وای چقدر خوبه. همینجا مثل لب جاده وسط جاده این گوشم نیست که بگم گوشه باشه. بابا کسی نمیاد. من که آفرودی باشه مثل ما. نه دیگه شاید بنزین نداریم. چه حرف گوش نمیدی. ای خدا. حرف گوش نمیدن. از اون جاده هاست که آدم دوست داره بره کشفش کنه. با بی بنزینی. حالا لیست اون سقف دارم. سنگر بپرس. خیلی سخانه منو. چقدر Oh my god. ولی به یه جایی میخوره این جاده رو درست کردن دیگه. اینم چیز خوبیه ها. پینشو بزنیم. جانبه. ولی خب جادهش تنگه. آره جادهش تنگه. یه سری برگا رو واو آمازون شد. من استرس میگیرم تنهایی جلوتر نرو. استرس نگیر من اینجام. یه اصطلاحی بود قدیم میگفتن تابامنی در یمنی. که آره یمن هم امنیت نداره آمریکا میزنه. جادهش ولی بی‌نظیره. خیلی کوچه جالب. ولی اینجا ماشین آفرودی اومده. یعنی اون تیکش و سواری سختشه. چقدر خوشگله. فکر کنم دیگه تهش ها یه ادامه داره. چرا؟ اونجا پیدا کنم دیگه. شاید جای کمپ بود تهش. اگه بنزین داریم بریم. من به سرویس بنزین دادی من یکم ترسیدم. سرپایینی بنزین داریم. تو سرپایینی خدایا بزا تو یه جای کمپ خوشگل دیگه تو ذهنت باشه. آبشار هم نزدیکمونه. من گوشتم نهارمون بخوریم. این چون آبشار نزدیکمونه جا کمپش هم خوبه. همینجا به نظرم همینجا رو میزنم. آره ولی اینجا الان 4-5 تا ماشین خودمون هم اوکی. نه یه ماشین. اینجا کمپه یه ماشین. ولی خب خیلی کنجکاو کننده بودم برم ببینم. میخوای بنزینتو بریز بریم؟ مثلا بریم جلو و فوقش برگشتنی میام اینجا وای میستم دیگه. نمیدونم برو. این ناساته کرمی داره بری کشف کنی ببینی چیه. کشف تنها یه ذره نترس زن همسر نترس. ببین من اصلا از جاده نمیترسم. من مشکلم بنزینه. بنزین گفتم داریم میسته. اوکی. یعنی فوقش کمپ میکنیم میمونیم پیاده برمیگردیم. یکی به ما نجات ندیم. خلص بالا نخوله. ببین معلومه
ترددم توش کم بوده. میبینی یه سری سنگ منگا افتاده، اینا رو تکون ندادن. حالا درخت البته سنگ نبود. غار چه بزرگی رو درخته بود. پایین میره، ممکنه بخوره به همون جاده پایین دوباره، ولی جاده است، یعنی اصلا دور و برش فعلا تا این لحظه جا کمپ مثلا 10-20 تا ماشینایی من ندیدم. جاده هم باز کردن، جادهش ببین اون درخت‌ها چقدر پایینه، اصلا نه جادهش خیلی جاده چیزیه، پرتیه که درخت‌ها اینجوری مونده، یعنی تردد اینجا زیاد بشه اینجوری درخت رو جاده نیست که به ماشین بماله. برای چوبی چیزی بالاخره یه جایی تمام میشه رد شد بازم ببینم چیه اون برش. اینجا جلوی جاده درخت شکسته، رسیدیم به جایی که سخت رفتنش. محمد رفت بریم. چی شد؟ همچنان میشود. خواهی برد چی؟ میشه. این کامل بوده، اینو باز کردنش، یعنی این قبلا تا انتها بوده درخته رو بریدن، مسیر رو باز کردن. مثل که نهار نداریم. علی یه درخت دیگه اینجا افتاده بوده. خیلی بارش ادونچری داریم میکنیم. 2 تا آبشار تا این لحظه رد کردیم. آره اون آبشار سنگی خیلی قشنگ بود. ای دل غافل. تموم شد؟ نه یه درخت بدی افتاده. دیگه نمیشه رفت. خب بیا پایین یه فیلم بگیریم. خب دیگه واقعا مسیر تموم شد. ای چه گلیه، چه درخت عظیمی هم بوده، چه ریشه هایی. واو. ببین اگه بخوام برم همچنان الان میتونم اینو با وینچ بکشم، یه خورده کشش کنم از روش رد شم، ولی کار تک ماشین نیست. دنبال دردسری؟ نه اصلا شایدم نمیدونم، شاید یه کار درستی هم نباشه دیگه. این افتاده فعلا. اره برقی میخواست، بعد این سنگم هست مشکل داشتم. به ماشین ما الان رد نمیشه. چرا؟ فکر کنم یه چرخونو بندازیم بالای این رد بشه، ولی خب چالشه دیگه. این سنگم خودش چالشه، ولی جاده بکری اون برش ببینیم چه خبر. ادامه داره. درخت منم دارم. استرس کشیدم. اینم از لوکیشن محمد داره بچه ها میفرسته، ولی ارزش استرس رو داشت. من فقط نگران بنزین بودم. بهتون جایی که کمپ کردیم رو نشون بدم. میرم الان نگاه کنیم. حتی اینجا آتیش روشن کرده اومدن ها، ولی ماشینای آفرودی مطمئن اومدن. گلی میشی. We should head back to our old place
about you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. جای همه دوستان خالی. یه لوکیشن کمپ عالی پیدا کردیم کنار یه آبشار زیبا. جاش که فوق‌العاده است. پشت سر منم همین دیگه. اونجا بساط نهار رو میخوایم برپا کنیم. هوا مه، از آفتاب خبری نیست. دور برمون درختای بلند و یه پوشش گیاهی خیلی سبز و حجیم. جای همه دوستان خالیه. واقعا صدای آب و پرنده ها و مهی که تو جنگل برقراره و نمیدونم سبزی تازه جنگل و تمام اینا دست به دست هم داد تا آخر این سفر ماجراجویانه ما رو بتونه واقعا عجیب و غریب تمومش کنه. البته تموم نشده، میخوایم یه نهار مفصلی که حکمت این بود که اونجاها درست نشه بیایم تو همچین لوکیشنی نهار رو درستش کنیم. فعلا یاسی یه کافی میخواد ته‌بندی بکنه، یکم سر حال بشه، بعد بیفتیم به جون کافیمون. خیلی آب و هوا خوبه بچه. نمیدونم تو فیلم مه مشخصه اون انتها یا نه. تقریبا دور و برمون مه. این جاده رو ما یه چیزی هلوش 10 دقیقه اومدیم داخل و تو فیلم اگه دقت کرده باشین یه جوری آبی گلی بود. یعنی یه مقدار برای سواری ممکنه همون ابتداشو گیر بکنه که بخواد وارد بشه. من رو 2 دف گذاشتم اومدم. برای همین تردد احتمال داره که با اینکه پنجشنبه است کسی نیاد. فرعی بود که واقعا نه تابلویی داشت، نه خیلی مشخص بود، نه خیلی را دست بود. یه خورده رازآلود بود فرعیش و انشالله که کسی هم نیاد و اینجا بمونه. انشالله که میگم کسی نیاد بحث خوش شانسیمون رو میگم، یعنی کسی هم بیاد طبیعت مال اونم هست، باید استفاده بکنه. این خودخواهی ما آدما رو نشون میده که دوست داریم همه چیزای خوبو برای خودمون داشته باشیم، ولی از این زاویه‌اش که ایشالا ما خیلی خوش شانس باشیم که از سکوت اینجا بتونیم به تنهایی، یعنی کسی نیاد بغلمون موزیک بذاره مثال، بتونیم از این سکوتش حسابی لذت ببریم. منم میز نهار رو وسایلش رو چیدم، یه چایی بزنم. خب اول بگو نهار چیه؟ میخوایم سبزی پلو با ماهیچه. تقریبا اینجا چی داریم رو میز؟ وسایل پیاز، سیر دیگه، برگ بور، روغن، ادویه‌جات، برنجمون. آره اینا آماده است تا بیافتیم به یه غذای چرب و چیل توی این طبیعت بسیار زیبا. واقعا خوش شانس بودیم بچه‌ها. فکر نمی‌کردم چون این جاده رو اومدیم خدای، یعنی می‌خوایم. یاسمن از اول جاده استرسش میگفت نرو. آره. هی میگفت نرو. بیشتر به خاطر ترمز، اگر تو که دیدی سرم درد می‌کنه واسه جای. بله. بیشتر به خاطر اون ترمزمون و هی میگفتی بنزین نیست، تقصیر خودته. من گفتم الان بمونیم اینجا، ولی خوبیش این بود که آنتن داریم تقریبا. یعنی چیزی هم بشه کمکمون میان. به سرم زده بود چون این غذایی که یاسمن میخواد درست بکنه تو قابلمه تقریبا فکر کنم یه 3 ساعت طول میکشه. یه 3 ساعتی تو زودتر بذار، یه 3 ساعتی طول میکشه. به سرم خورد که بیام چرخ ماشین رو وا کنم همینجا درست بکنم، ولی یه احتیاطی رو کردم. گفتم که اوکی من الان ابزار کامل دارم، بارها لوازم ترمز ماشین رو عوض کردم، حالا این با سری 70 قبلی هم خیلی فرقی نمیکنه، همون رو تقریبا
چند وقت پیش بود، بکنم 2-3 ماه پیش مال ساعد رو عوض کردم که همین ماشینه و را دسته واسم این کار. ولی گفتم داریم در حال باز کردنیم، یه پیچی میبره، یه ابزاری از بین میره میشکنه، یه آچاری هرز میشه و ممکنه لاکار بمونم. باز زمانی که با بچهای دیگه هستیم خب ما سبک سفرامون جوریه که اجباره که همه بچه‌ها جعبه ابزار مناسب تو سفرها همراهشون باشه، مخصوصا سفرهای ادونچری که دیگه جزو واجباتشه. برای همین الان اگه مجبور باشم، یعنی اگه ماشین راه نمیرفت، آره همین الان عوض میکردم. ولی میگم حالا که ماشین داره راه میره، یه مقدار هواگیری هم کردم، ترمزم یه مقدار حالا نشیش قطع شده، تا ما امشب قرار بریم بندر انزلی، تا بنزلی منو میرسونه، بعد میرم توی خونه انزلی اونجا چرخو باز میکنم. اگه اتفاقی هم بیفته میرم تعمیرگاهی چیزی، یا نه اصلا از تهران یه چیزی بخوام برای من بفرستن قابل دسترس تره تا اینکه وسط جنگل بخوام به همچین مشکلی بخورم. پس به اصطلاح قدیمی‌ها سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندن. ما فعلا به جای اینکه بریم دهن خودمون رو سرویس کنیم، چرخ بازو بسته کنیم، از این طبیعت زیبا و کم نظیر روز پنجشنبه هم هست واقعا کم نظیر لذت ببریم. اون بالا چقدر خوشگله. داغه؟ چون آب گرم کن روشنه، الان خاموشش میکنم. اون بالا اصلا مهو میبینیم بچه‌ها، یه درختی هم جوری سقوط کرده تا روی آبشار، اصلا فوق‌العاده است. خیلی بی‌نظیره لوکیشنش. We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime, wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right, cause I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless. بچه مه یه خورده کم شده ولی صدا رو گوش بدین. الان داشتم به بچه های حالا باشون سفر زیاد میام، حسین، مسعود، نمیدونم مجتبی، صابر تعریف میکردم. میگفتم جنگلش یه حالت جنگل آمازون رو داره. نکنین از هر کجایی یه گیاهی اومده، بعد یه سری برگای بزرگ اینجاها. حالا باز جلوتر یه جا بود که یه درختای شبیه به مثلا برگای بابا آدم چقدر عظیمه اونجوری داشت و یه حس خیلی به قول گفتنی قشنگی میده. جنگلایی که خیلی مرطوب میشه معمولا انقدر تو در و دیوارش گیاه در میاد. اینم از کمپ زیبای ما در کنار این آبشار که فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است. خب این چیه؟ این دارچینه، چوب دارچین نداشتیم ولی خب جواب میده پودر دارچین؟ همه رو میگیره. خب سیر چی؟ میریزم شما سبت اله برگه رو. بعدش من باید یه کوچولو فکر کنم گاز رو ترازش کنم. این مستعد سر رفتنه، مخصوصا که قل بخوره. سیرمونم اینجا من گفتم تراز کنیم. خب من نگفتم تا بیخشو پر کنیم، خاطر اینکه زیاده. اینم سیر. چند حبه؟ 2 حبه.
داره غل میخوره چون آب جوش. خب بذار من سریع الان ترازش کنم. What a crime, wasting my tears on a broken dreaming. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why, even though I tried. Yeah, I don't know why I tried. Yeah, I don't even know why. هوا همچنان خوبه. تا این لحظه هیچ کسی از اینجا تردد نداشته. خودمونیم و خودمون بودیم. ولی داشتم الان فکر میکردم توی شب این پروسه میتونه یکم برای 2 نفر خوفناک باشه. نه خوفناک باشه، ترسناک نباشه. یعنی خوف خاص جنگل بگیرته. مثلا وقتی مهم باشه تو جنگل ناخودآگاه یه خوف خاصی داره که البته به نظر من با چادر سقفی میتونه این خوف خیلی کم بشه. کره نه ندارم کره. این خوفه خیلی میتونه کنترل بشه چون بالاخره رو زمین نیستی، حیوانی چیزی بخواد بیاد اون اطرافتون، رو سقف ماشینتون هستین، یه جورایی حس بهتری داره. و حالا این دومین سفریه که بعد مدت ها با یاسمن دوتایی داریم میریم. قبلا سفر 2 نفره زیاد رفته بودیم ولی خب جدیدن که دیگه حالا بعد مثلا چی بگم 5 سال ما با دوستا فقط داریم سفر میریم. این 2 تا سفر، یه دونه دریوک رفتیم، یه دونه ارتفاعات املش اومدیم و فوق‌العاده بوده. داره قلقلکمون میده که یه چادر سقفی بخریم و ماجراجویی های 2 نفری و تک ماشینمون رو یکم بیشتر کنیم. جذابه، به همون داره حال میده. دوران بازن نشستگیمون این شکلی قشنگ میشه. بازنشستگی خوبه. خب برنج رو آبکش کرد هاش خانوم. دم بیا. تمام. اینم شما میشیری، خیلی ممنون. ببینید آقایون فقط اینجا ازشون سوء استفاده های جنسی میشه. باید ظرف بشورن چون صبح که همه ظرفا شد. دیروز که همه ظرفا شد. خب یه صبح ظرف صبونه شستی دیگه. چی بودش؟ نخور میلت نمیشه. یه نکته آموزندم بگم شاید برای شما هم پیش اومده باشه. اجاق گاز ما، بذار برگردم راحت‌تر ببینین. اجاق گاز ما سیر در برنج سبزی پلو. خب اجاق گاز ما از این نمونه هاییه که خب از این کپسول های حالا هست 300 گرمی، 500 گرمی، 250 گرمی. ولی اگه دقت کرده باشیم ما یه شیلنگ نارنجی اینجا اومده و رفته توی ماشین. چه اتفاقی افتاده؟ با یه دونه اتصال خیلی کوچیک عملا این الان باید به سر کپسول وصل میشد. ولی ببینید اینجا رو با یه اتصال خیلی کوچیکی دادم تراشکار برام تراشیده. اینو به صورت دیگه شیلنگ خورش کردم و عملا این به کپسولی که داخل ماشین به صورت ثابت گذاشتم وصله و عملا دیگه شما نیازی نیست از کپسول های کوچیک برای اجاقا استفاده کنید. کپسول های کوچیک هم قیمتشون یه مقدار گرونه، خیلی باید تون تون بخرین، هم زمانی که تقریبا از نصف هم کمتر میشه فشارشون میاد پایین، یا تو لوکیشن های خیلی سرد چون کپسول بیرونه داره مثلا بهش باد سرد میخوره، خود اون سرما یا باعث میشه گازتون یخ بزنه یا فشارش بیاد پایین. ولی خب تو این حالت دیگه کپسول پیکنیکه. من معمولا تقریبا کپسولم فکر کنم 5-6 کیلویه. 10 تا سفر یه بار کپسولمو میرم پر میکنم. هم از نظر هزینه‌ای خیلی به صرفه تره و هم کپسول داخل ماشینه و حتی تو هواهای سرد جاش خیلی گرمتر از نسبت به دمای بیرونیه. برای همین شما یکی اینکه به خاطر حجم زیادش هم همیشه فشارش بالاست، به اضافه اینکه هیچ وقت هم یخ نمیزنه که بخواد افت فشار داشته باشه. از این سبک من برای بخاری درجام، برای ظرف اسمش چیه همین گاز 2 شعله و اون باربیکیو که قبلا تو سفرهای قدیم دیده بودین دارم استفاده میکنم و کاملا هم جوابگوه. توی این نمونه ها عملا خودشون یه رگولاتور مینیاتوری اون سرشون، عملا اون چیزی که من میان پیش میکنین سر کپسول اون خاصیت رگولاتور داره، یعنی فشار رو میشکونه، کم میکنه. توی اینها کپسول مستقیما وصله، برای همین از شیلنگ 6 استفاده کردم چون فشار که اونجا زیاد باشه مهم نیست که سایز شیلنگ خیلی براتون
چیز بشه. این از خود رگولاتور فشار رو کم میکنه و به گاز میرسونه. تو نمونه های باربیکیو یه رگولاتور درست کردم که میاد قبل از باربیکیو نصب میشه، چون اگه بخوام بزنم قبل از بعد کپسول رگولاتور وصل بکنم، این شیلنگ 6 اون موقع دیگه فشار توشون پایینه، گاز مصرفی اون مصرف کننده رو نمیتونه برسونه و افت فشار داریم. برای همین رگولاتور حتما باید سمت خود دستگاه باشه. چقدر دیگه به نظرت آماده میشه حاج خانم این برنج یه 20 دقیقه دیگه، یه رو 20 دقیقه. اونم امیدوارم که آماده شه دیگه، نشه باید خام بخوریم. صبر کنیم 2 ساعت بشه کامل ایشالله. هوا هم میبینید دیگه، هی مه غلیظ میشه، هی دوباره کم میشه. منطقهش فوق‌العاده زیباست. این درخت هم میبینید یه قارچای عجیبی روشه. دوباره مه اومد. نه با ورود حرف من اگر از اینجا رو بدم بالا قشنگ میبینیم مه داره دوباره ورود میکنه به کمپ ما و خب یه خیلی حس هوایی خوبی میده دیگه. یکی اینکه اصلا اجازه نمیده که گرمتون بشه. حتی هوا اینجا که گرم نیست به خاطر درخت‌ها و ابری بودن هوا، کلا یه حالت هوای خنکی داره، ولی این مه میاد یه تراوت خاصی به داخل کمپتون میده، دل کندن ازشو براتون سخت میکنه. مسلما شبش هم از اون لوکیشن هست که چیز میکنه، بخاری لازمتون میکنه. جدا از اینکه لباس گرم باید بپوشین، بخاری لازم هم میشین. حالا قراره که ما هفته 4 خرداد ماه فکر کنم یه شنبه تعطیلیه، یه سفر بذاریم به این لوکیشن زیبا در کنار دوستان. این سفر تنهایی بود با یاسمن، اون سفر دوستانه است. با ما همراه باشین. اینم بگم دیگه، اگه دوست دارین در سفرها شرکت کنین، از طریق پیج اینستاگرام مایا سافاری ما اونجا فراخوانا رو قرار میدیم. میتونین مشخصات هر سفر رو ببینین، هر کدوم که باب میل و سلیقتون بود به ما پیام بدین. افتخاری است برای ما همسفر شدن در کنار شما عزیزان. یه تیکه از اون مه بالا هم نشون بدم. درختای حاله‌ای تو مه رفتن خیلی خوشگل شده. به به به. من خیلی دلم نمیخواد هی تون فیلم بذارم، ولی آخه ببینین هوا رو، ببینین چه مهی اومده توی کمپ ما و اینورین سفره کوچک ما چه بخاری میکنه. برنج اونم دیگه آماده. واقعا تو این هوا شما اصلا بذار من یه لحظه از این زاویه نشون بچه‌ها بدم. صاف شده دیگه. آها ببینید یه فضای جنگلی مه‌آلود، یه غذایی که حالا بوش متاسفانه نمیتونم داخل فیلم تعریف کنم، یه عطر غذایی واسه 2 نفر آدم گرسنه پخش شده و یه آب و هوای مه‌آلود. یا اولفاز این بالا چقدر غلیظ‌تر داره به سرعت میاد تو همون. و از این برم صدای آره متاسفانه از این برم صدای آبشار. و بچه ها این موقع ها تو لوکیشن های برگردم رو خودم به انقدر بکر احتمال حالا نزدیک شدن حیوانات وجود داره. وقتی که مخصوصا بوی غذا رو راه میندازین باید خیلی احتیاط بکنین. یه اسپره های فلفلی جدیدن اومده، شبیه همون اشکاورهاییه که تو انسان ها استفاده میشه، ولی اومده در قالب مصرفش واسه خرسه. این و توش نوشته عکس گذاشته ولی دور شدن حیوانات دیگه. حالا کار درستی نیست این که بخوایم به حیوانات مثلا اسپری فلفل بزنیم، ولی به نظر من چیز باحالیه. همین که دیگه منع قانونی نداره، میتونین به جای اشکاور نگه دارین. شما اصلا کسی مزاحمتون شد به اون خط قرمزاتون نزدیک شد توی حالا طبیعتین، یه جای خلوتین، یه جای بکرین، بزنین به آدم مادر پدرش رو بگیرین جلو چشش. حقشه کسی بخواد از گیریمش پاشو دراز سر بکنه. چه؟ الان میام. و اینکه هم منع قانونی نداره، هم واقعا واسه حیوان خوبه. مثلا از دورم مثلا یه خرسی ببینین بزنین، خب پیشگیری کردین از حالا هم آسیب دیدن به اون خرسه، هم آسیب دیدن به خودتون، خورده شدن خودتون. وای خیلی کم چیز شده. نها کنین یه نمه فاصله میگیرم، 10 قدم نرفتم یاسمن رو دیگه نمیبینم. برای همین میگم حالا تصور بکنین
این مه تو شب بیاد تو کمپتون بعد بگین مگه میشه خوفناک نباشه؟ ولی واقعا جاتون خالی. میگم صدای پرنده و صدای آبشار و آب و هوای مه‌آلود و جنگل سرسبز از اون ترکیبای پرروییه که هر طبیعتگردی رو میتونه به لغزش در بیاره که یک روز دیگه هم بمونیم همسر؟ بمونیم یه شب دیگه؟ نظرت نیم؟ خوفه دوست دارم. نمیدونم. دو دل همسرمونم. بذار ببینم میتونم مخشو بزنم. حتی خودم هم ترمزم خرابه، باید برم درستش کنم، ولی حالا بنزین هم زیاد نداریم. اینجا بارون بیاد یک کم سرسره بازی میتونه بشه. بارندگی هم ولی نداشتیم فکر کنم. حالا ببینیم فعلا اول غذا رو بخوریم شکممون سیر بشه، بعد ببینیم چیکار باید کرد. خب هوا میتونم بگم غلیظ‌تر شد مهش، به قدری که واقعا تقریبا 5 قدم از هم فاصله بگیریم همدیگر نمیبینیم. حالا تو دوربین نمیدونم چرا یه خورده داره، فکر میکنم به خاطر مدلشه که مثل چشم انسان نیست، خیلی چشم انسان تاریک‌تر از این داره میبینه. من تو مانیتور دارم چیز میبینم. و از اون برم تو گروه داشتیم اینجا رو به بچه‌ها یه گروه واتساپی داریم، داشتیم به بچه‌ها نشون میدادیم اون فیلم آخرش که درخت افتاده توی اون انتهای جاده و بنبست کرده رو نشون دادم. الهام برگشت گفت مثل سریال چی شده؟ نفهمیدم. یه سریالی رو گفت که انگار موضوع سریال اینه که یه ماشینی میاد داخل یه بیراهه میره تا انتها، بعد میبینه اون انتهای جاده رو یه درختی افتاده و مسدود کرده. بعد که میاد برگرده دیگه به اون جاده نمیگرده، برمیگرده توی یه دونه جای دیگه و اتفاقات خیلی وحشتناکی براش میفته. ما هم الان لوکیشنمون وحشتناک شده، نه اینکه حالا ترسیده باشیم، شوخی میکنم، ولی خیلی غلیظ شده مهش واقعا غلیظ شده و بیشتر نگران جانورانیم که به خاطر بوی غذامونم نزدیک نشن. ببینید چقدر مه غلیظه، خیلی مه غلیظه. بیاد حیوانه همه غذا رو میدم بخوره ها. همه رو بده بخوره، بگو فقط منو نخور. آماده داره میشه. حتی براش یه خورده از این به نظرم ترشی شورم بریز بخوره که با رضایت کامل ما رو نخوره. دو دل نمونه بگه حالا مثلا این دسر بود، دوتا طبیعت گرد میشه جان کنم. خب دیگه اینم به نظر به یه چنگالم توش بزنی فکر کنم معلوم شه. خب ما هم کم کم غذا رو بخوریم و من میترسم. همسر داره الکی استرسای منفی میفرسته، ولی باحاله سفر دوتایی‌ها. ببین هیچی ترسناکتر از آدم نیست به نظر من. نه هیچی خطرناکتر از انسان توی طبیعت جایی بک نیست. فیلمم دیده بودم همینجوری گم شدن، بعد از این چیزا هستن فرقای عجیب غریب آدما رو میدوزن. ما حالا شاید خیلی از بچه‌ها سوال براشون پیش بیاد که چجوری دل و جرأت می‌کنی مثلا میرین اینجاها، با اینکه مثلا دیدیم دیگه این همه تو اخبار اتفاقات ناگوار پیش میاد، خف میکنن آدم‌ها رو، حالا چه میتونه مالی باشه چه میتونه جنسی باشه، چه این همه آدم دیوونه داریم مثلا تو این کشور که ممکنه درد سرساز باشه. خب ما براش تدابیری پیش بینی کردیم که خب خیلی شاید خوب نباشه در موردش صحبت کردن، ولی هممون یه سری خط قرمزا داریم. مثلا اینجوری بهتون بگم، من هممون تا یه جایی صبوریم، از یه جایی یه مرزی داریم، از یه مرزی که بگذره اون موقع است که خب ممکنه که خیلی از دردسرها رو به جان بخریم. و خب اینجا اینه که آنتن داشتیم الان در ارتباط آنتن داشته باشه. الان چی میخوای بگی من کجام؟ لوکیشن لایو. من الان ترک نزنم اینجا رو فکر نکنم دوباره بتونم بفهم کدوم سوراخ کدوم آدم تو. ولی که اینجوری دیگه اصلا از این حرفا بیا نزنیم، به چیزای خوب فکر کنیم، به ناهار خوشمزه‌مون فکر کنیم. در مه غلیظ مه ما رو فرا گرفته حسابی. جاتون خالی. انشاءالله که تعدیکم نسوخته باشه.
باید یه ذره زیرشو خنک میکردیم. چرا؟ که نچسب. آره حالا یا گلفتی چیزو دیده یه ذره تک چی هم نچسبیده. یه کوچولو چون زیاد گذاشتیم بر من کمتر بذار، این برنجه بیشتر. حیف میخواستم اون طلاییه بشه. We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years past, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. خب کمپو جمع کردیم، جاتون خالی بعد از یه ناهار خوشمزه. کمپ رو عین روز اولش کردیم. یه چند تا زباله هم بود مال بی فرهنگای طبیعتگرد بود که اونا هم با خودمون بردیم. جنگل هم که میبینین همچنان یه جنگل مه‌آلود، جای همه دوستان خالی. خواستیم بمونیم ولی با توجه به اینکه اینجا آبشخور جانورانه، حالا از خرس و پلنگ و سگ و شغال و حیواناتی که تو این جنگل زندگی میکنن میتونه باشه، ترجیح دادیم که نمونیم. ممکنه که چادر روی زمین با تنها بودنمون خیلی امنیت نداشته باشه. از اون برم زودتر بندر انزلی ترمزم هم درست بکنم خودمو، برگردم تهران که کلی کار دارم. لوکیشنش بی‌نظیر بود، میگم از رو لحظه‌ای که اومدیم مه بود تا همین لحظه و فوق‌العاده بود. زباله هامون هم بذار نشونتون بدم. این هم زباله های خودمون، هم زباله هایی که چیز که این محکمه بچه ها نمیفته، از این وسط قشنگ گیره. اولین سطل زباله داخل شهر میندازمش. خانومه یاسمن خانوم خسته نباشید. دل بکنیم بریم. Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right 'cause